خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک، زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. از ماه مرد سال 1953 اساساً به نوشتن رساله نامزدی مشغول شدم. از پدر پول درخواست کرده ماشینکه خریدم و خواستم برای خواندن راهبری علمیم بابهای اولین را در چاپ ماشینکه پیشنهاد کنم. برگینسکی در این وقت از وظیفه معاون دیرکتور استعفا داده و ملاقات با ایشان آسانتر شده بود. باز خوبیش در آن بود که ایشان چند ملاقات آخر را در خانه خود تعیین می کرد. برگینسکی در کوچه سادوه کودرینسکایه در آشیانه پنجم در کوارتیر دو خانگی با 4 فرزند و همسرش زندگی می کرد. در این کوارتیر گوشه‌ای را با دیواری فنیری کابینت ساخته کار می کرد و همانجا می خوابید. من 2 باب اول رساله را به برگینسکی سپاریدم و منتظر دعوت او به ملاقات و شنیدن فکر وی راجع به نوشته هایم بودم. خوشبختانه انتظاری طول نکشید و روزی وقتی چاشت در کابینت خانگیش مرا قبول کرد. سخن را از پرسپاس عادتی سر کرد. ولی من بی‌صبرانه منتظر بودم که درباره نخستین صحیفه های کار چه فکر و ملاحظه ها داشته باشد. برگینسکی از بین کاغذهای روی میزش پپکه مرا گرفت و پیشش گذاشت و با تبسم گفت: خوب رسول عزیز، من حس میکنم که میخواهید درباره کارتان فکر خود را گویم. آنچه نوشتید خوب است. من خیلی خوب نمیگویم، هرچند خیلی خوب هم باشد. در این خصوص کار را تمام کنید، بعد مفصلتر گپ میزنیم. نوشته هایتان خوب است از آن جهت که در علم ما سخنی تازه است. درباره تذکیره واضح هر کس هرچی نوشته است به من معلوم است، اما از این تذکیره درباره ادبیات قرن 19 چی تصورات حاصل کردن ممکن است؟ فقط از کار شما اطلاعی کامل پیدا می شود. برگینسکی مثل همیشه باز درباره مسئله های ادبیات شناسی و موضوع های دیگر گذشت. خیلی مفصل و با حرارت گپ زد. خلاصه سخن را چنین انجام داد: چنان که خواهید دید در متن و حاشیه ها ایراد و تصحیحات من کم است. گمان نکنید که کار را سرسری خواندم، به دقت خواندم. کار شما تحریر طلب نمی کند بلکه تصحیح می خواهد. تصحیحات من در اینجا و باور دارم در بابهای آینده نیز اصل و ماهیت کار را تغییر نمی دهد. یک نفر عالم جوان غیر روس به زبان روسی به همین درجه نویسد، او را تبریک باید کرد و به بعضی ناجوری های زبان نباید خردگیری کرد. به همین منوال کار خود را ادامه دهید. سخنهای برگینسکی مرا خیلی شاد و دلیر کرد. باید گویم که درباره زبان رساله استاد برتلس هم در مجلس دفاع عین همین فکر را گفته بود. از خانه برگینسکی برآمدم و از خرسندی نه تنها به کرتم بلکه در کوچه ها هم نمی گنجیدم. معلوم می شود که راه پیش گرفتم درست است و با عزم قطعی می توانم نوشتن کار را ادامه دهم. دیگر بار اولین بود که از زبان برگینسکی نسبت به خود مراجعت خیلی مهربانانه رسول عزیز را شنیدم. آهنگ این مراجعت به گوش گوارا رسید. به جز گوارایی ظاهری به نظرم معنی باطنی هم داشت. حس کردم که از امروز اعتباراً من به برگینسکی نه تنها یک نفر اسپیرنت شاگرد بلکه شخصی بدل نزدیک آن کس هستم. در گمان خود خطا نکرده بودم. رابطه دوستانه، همکاری و همفکری ما در بسیار مسئله های علمی از همان روزی که از ایشان رسول عزیز را شنیدم شروع شده است. حالا جای آن است که درباره این مردی که در اولین قدم‌های علمیم نقش گذاشته است
چند سخنی باید گفت. یوسف ساموئیلویچ، ما او را یوسف ساموئیلویچ می گفتیم، براگینسکی در باکو در عائله یهودی متولد شده است. پدر و مادرش آدمانی متدین بوده، پسر خود را نیز در روحیه دینی تربیت نمودند. اما دیرتر تأثیر باکوی انقلابی بولشویکی به وی بیشتر تأثیر گذاشته و براگینسکی تا آخر عمر از معتقدان نهایت استوار، حتی گفتن میتوان متعصب ایدئه‌های کمونیستی بود. با وجود این همه پیروی‌های افکاری مختلفه، براگینسکی به دین یا سیاست نپیوست و برای تحصیل علم به انستیتوت شرقشناسی به نام نریمانوف شهر مسکو داخل شد. پس از ختم تحصیل او را همچون عضو حزب به ساختمان سوسیالیستی دهات به تاجیکستان فرستادند. مقامات حزبی تاجیکستان براگینسکی را به یکی از سوخازهای نوتشکیل ناحیه دنقره به حیث راهبر سیاسی مأمور کردند. از همین سال و از همین ناحیه دهاتی سر کرده، تقدیر براگینسکی با سرزمین تاجیکان، با ادبیات و مدنیت مردم تاجیک سخت پیوند شد و این پیوند در طول عمر دراز و با برکت او ریشه های عمیق دوانده، شاخ و برگ های سبز و پرثمر آورد. براگینسکی تاریخ ادبیات فارس و تاجیک را در 4 دیوار کلاس های دانشگاه آموخت و به نظم جهان شمول فارسی محبت گرم در دل پیدا کرد. وقتی که به تاجیکستان آمد و در بین مردم گشت، فهمید که ریشه های عمیق و آبدار این نظم بزرگ در سرودهای خلقی، در دل از شعر و ترانه های عشق سرشار مردم عادی سرچشمه دارد و تا آخر در این عقیده و اعتقاد خود پایدار و استوار ماند. بعضی ها به این عقیده و افکار وی با نظری تردید می نگریستند و حتی می گفتند که چنین فکر و اندیشه یا از خوب ندانستن ادبیات کلاسیکی به میان می آید یا از تقدیر ننمودن بزرگواری نظم فارسی برمی خیزد. نه، براگینسکی ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک را خوب می دانست، ولی آن را با راه خود، با اسلوب خود، با عقیده و اندیشه های نوین تحقیق می نمود. براگینسکی سال 1955 رساله دکتری را در موضوعی خیلی جالب و با اصول تحقیق نوآورانه دفاع نمود. و از اوستا گرفته تا ادبیات قرن 20 در آثار و یادگاری‌های ادبیات خطی عنصرهای ادبیات شفاهی را ذره به ذره آشکار نمود و تحقیق کرد. رساله دکتری را به شکل کتاب به طبع رسانید و آن را به یاد شاعران خلقی تاجیک بابا یونس خدایدادزاده و یوسف وفا اهدا نمود. همین شاعران بودند که زیبایی و جاذبه نظم خلقی را به براگینسکی تلقین نمودند. براگینسکی شعر و سرودهای خلقی را در میان مردم آموخت. این سرودها در خون و روح وی جا گرفته بودند. در محفل دوستان که گاه نشعه شراب به وی خاطره های جوانی سالهای دنقره را به یاد می آورد، سرود دوست داشتهش یک دسته گلی را با آواز بم خود زمزمه می کرد. یک دسته گلی در دهنی دروازه، تا گپ نزنی نمی شود آوازه. براگینسکی در علم راه و روند خود را داشت. آموختن ادبیات تاجیک را نه از دستنویس و منبعهای خطی، بلکه از حیات و ایجادیات مردم در صحرا و میدانهای کار سر کرده بود. ثانیاً، براگینسکی از جوانی نظریه و تعلیمات کمونیستی را نغز آموخته، معتقد و پیرو ثابت قدم کمونیسم بود. همه این به اسلوب و طرز تفکر علمی او نقش نمایان گذاشته بود. براگینسکی در تحقیق مسئله های تاریخ ادبیات باریک سنج بود. نوشته هایش بیشتر به دایره وسیع خوانندگان نگرانیده شده بود. از اینجاست که جالب و جاذب و با احساس و آهنگ تبلیغ و ترغیب می نوشت. به آن منظور که خواننده نه تنها از ماهیت علمی مسئله
تصور حاصل کند، بلکه سیمای شاعر و نویسنده و صدای وی به دل خواننده راه یابد. نمونه بهترین چنین تحقیق و اصول تحریر کتاب اوست با نام 12 مینیاتور درباره 12 چهره درخشان ادبیات فارس و تاجیک مثل رودکی، ناصر خسرو، سعدی، جلال الدین رومی و حافظ. این طرز و اسلوب خاصه براگینسکی بود و نه هر کس چنین استعداد نگارش را داشت. بعضی عالمان حتی از جمله شاگردانش محمد نوری عثمانوف چنین طرز تحقیق را از عجز و ناتوانی عالم در تدقیق فیلولوژی کلاسیکی می‌دانستند. براگینسکی در جواب این ملامتگران درباره پائتیک شعر رودکی تحقیقات نوشت که در آن تحلیل فیلولوژی و فرملی استروکتورالیستی با دید استتیکی واقع بینانه آمیزش ترکیبی متناسب داشت. سمت دیگری تحقیقات علمی براگینسکی و مسئله‌های نظریوی دوره‌های ادبی و جریان‌های بدیعی روی آوردن، آن را وابسته به قانون‌های عمومی ادبیات جهان تحقیق نمودن بود. هیئت با نفوذ عالمان و ادیبان با راهبری عینی و لاهوتی به شرف 10 سالگی تاجیکستان کتاب نمونه‌های ادبیات تاجیک را تیار می‌کردند. پس از گیرودارهای سالهای 1937-38 که کتاب را از ادبیات گذشته در خانه نگاه داشتن خطری جان داشت، برای نوشتن اثری از تاریخ 1000 ساله ادبیات تاجیک دل و گرده لازم بود. تألیف مقدمه تاریخی و نظریوی کتاب همچون متخصص و راهبر حزبی به ذمه براگینسکی افتاد. براگینسکی در مقدمه که به امضای وی از نام هیئت مؤلفان به چاپ رسید، تاریخ فشرده و از جهت نظریوی مهم تاریخ ادبیات فارس و تاجیک را به رشته تحریر درآورد. یکی از مهمترین اقدام و کشف براگینسکی آن بود که به ادبیات دوره آخرین تاجیک که به تعبیر بدنام شده جدیدیزم موسوم بود، اصطلاح صحیح و درستی معارف پروری را منسوب کرد. این اصطلاح در سالهای بعدی به جز ادبیات تاجیک و دوره‌های نوین بسیار ادبیات‌های شرق معمول و منسوب گردید. راجع به مسئله معارف پروری در ادبیات‌های ملی در جمهوری‌های آسیای میانه و قفقاز همایش‌های با نفوذ علمی برپا گردید که تشبثکار و سروری آن براگینسکی بود. من هم در این میان از مبلغان و ترغیبگران رویه معارف پروری در ادبیات تاجیک بودم. براگینسکی همچون رئیس چندین کمیسیه‌های نظریوی و عملی بسیار مسئله‌های نظری را به بررسی عالمان می‌گذاشت. در مسئله ریالیسم در ادبیات فارس و تاجیک، آمیزش سنت و اندیشه‌های شرق و غرب در ادبیات مناظره‌های علمی برپا نموده و خود هم بسیار مقاله و رساله‌ها تألیف نموده است. البته براگینسکی نه در همه تازه‌جویی‌هایش در راه درست و بی‌لغزش بود. چنانچه اندیشه‌های او راجع به موجودیت دوره احیا رنسانس در ادبیات فارس و تاجیک صنعی و سست بنیاد بود. خود من با این اندیشه استادم قطعاً مخالف بودم. در نهایت کار در رد اندیشه‌های براگینسکی فکر و عقیده‌های خود را نوشته به وی دادم. براگینسکی از بیباکی شاگردش رنجیده باشد هم در هر صورت اندیشه این جانب را از اعتبار ساقط نکرد و بعدها در این مسئله کمتر اصرار می نمود. براگینسکی در جمهوری‌های شرق شوروی دوستان و شاگردان و همکاران و همفکران زیادی داشت. به این جمهوری‌ها سفر می کرد. لیکن رابطه‌های بیشتر و قوی‌تری او با تاجیکستان بود. سالهای جوانیش در تاجیکستان گذشته بود. کمالات معنوی و تخصصی و نیز با تاجیکستان مربوط بود. خصلت خوب خیرخواهی او در نسبت تاجیکان خصوصاً جوانان بیشتر ظاهر می گشت. درماندگان را در مشکل‌ها دستگیری می کرد. در مسکو راهنما و مشکل کشای همه ما بود.
وقتی شنید که بعضی ناوردان نسبت به موضوع رساله دکتری من خردگیری و بیهودگویی می کنند، در مجلس بررسی دیسرتاسیه گفت: احمد دانش نویسنده و متفکری بزرگ و نهایت مرکب است. در اندیشه و افکار و عقاید فلسفی و اجتماعی خود او را نه تنها فهمیدن، حتی خواندن هم دانش و نظری باریک سنجانه را تقاضا دارد. نه هر کس به گشادن و درک نمودن این مشکلات قادر است. فقط برای آنکه رسول هادی زاده احمد دانش و علل خصوص نوادیر او را خوانده فهمیده است، سزاوار درجه علمی دکتری شده می تواند. براگینسکی سروری شایسته عائله نیز بود. همسرش خانه نتانونا دریکر برابر شوهر در جوانی در دیهات تاجیکان کار کرده است. و سالهای آخر به سبب بیماری از کار فارغ بود و آنچه می توانست مددگار و مشاور شوهر خود بود. براگینسکی با وجود سیرکاری و گرفتاری های زیاد نسبت به همسر و فرزندان نهایت غمخوار بود و همیشه حتی در سن کمالاتشان هم آنها را پرستاری و سروری می نمود. برای رفاهیت زندگی و برای کارشان مددگار بود. با کمال تأسف باید گویم که فرزندان نه تنها کار پدر را ادامه ندادند، بلکه در پاسداری یاد پدر فروگذاری کردند. ارخیو براگینسکی و کتابخانه پرارزش وی که یک پاره تاریخ تاجیکان است، معلوم نیست کجا شد. براگینسکی از شاگردان نیز بعد از درگذشتش باید و شاید قدرشناسی ندید. آنهایی که از نام و مدد براگینسکی منفعت و بهره ها برداشتند، او را زود فراموش کردند. سال 1996 به چند از آنها که صاحب مسند و منصب بودند مراجعت کردند که 90 سالگی زادروز شادروان را تجلیل کنیم. صدایی نبرآمد. من این سطرها را به پاس یاد این مرد شریف می نویسم و سیمای ایشان را پیش نظر می بینم که به ما با نگاهی گله آمیز دیده دوخته است. سالها می گذرد و نسل‌های نوی تاجیک ایشان را به احترام و منت پذیری یادآور خواهند شد.